که همه اینا در کنار هم، نه فقط عدالت اقتصادی بدون تعلیم و تربیت و تهذیب و اخلاق، نه فقط اونا بدون اینا. همین تعبیری که داشتن درباره که معنویت، عقلانیت و عدالت هر سه تا باید با هم باشه. اینم که به این خود این عبارت هم عین روایاتی از پیامبر و حضرت امیر ما زیاد داریم. و یکی این تعبیر وارستگی و نفی وابستگی به قدرت ثروت و این حالت انقلابی موندن و مبارزات روح زهد انقلابی و اینکه البته مربوط میشه به بالا آوردن سطح همت. ببینید این روایت خیلی زیبایی. فرمودن که یه سوال خیلی قشنگی کردن، اگه همین سوال رو تو کلاس‌ها بشه همه جا مطرح کرد خیلی سوال عالیه. فرمود الا حر یدع هذه اللماضة لأهلها، حری به انسان آزادی نیست که این آشغال گوشت و این آشغال رو بندازه جلوی اهلش. لماضه یعنی وقتی غذا می‌خوریم لای دندون آدم ته غذایی به حساب آشغال غذا میمونه، اونو میگن لماضه. حضرت امیر میگه الا حر یدع هذه اللماضة لأهلها، انسان حری نیست که این تیکه گوشت آشغال رو بندازه جلوی اونایی که میخوانش و سر این مسائل جنگ و دعوا را نندازه. این روح که وارستگی به شما بزرگتر نزدیک که سر اینجور مسائل درگیری کنید. و این تعبیری دیگه که فرمود نزه نفسک عن کل دنیه و ان ساقتک الی الرغائب، هدف فضیله رو توجیه نمی‌کنه. فرمودن که خودتون رو پاک بکنید از پستی، حتی اگر از طریق کار پست، یک حرف پست به یک نتیجه به سود میرسید، فرمود پستی رو ترک کنید. عین خیارکم و صلحاءکم، کجایند برگزیدگان شما و صالحانتان؟ عین احرارکم و سمحاءکم، کجایند آزادگان شما؟ عین المتبرئون عین المتنزهون، کجایند آدمای پاک؟ کجایند اونایی که اهل ورع؟ اینا سوالایی که از تعمیر داره میگرده دنبال همچه آدمایی. اگه بتونید این دوتا رو تو خودمون ما اول که ما به معلم سر کلاس‌ها به وجود بیاریم و تو بچه‌ها، اما فرمود این دوتا راه نجاته، کلید رشد. از صدق فی الاقوال، صداقت در گفتن حرف زدن، و اخلاص فی الاعمال، و بی‌غرضی تو عمل. و اینکه امام کاظم فرمود که انما شیعة علی من صدق قوله فعله، شیعه علی اونایی که اهل عمل صالحن و بین شعارا و حرفا و ادبیات و ترمینولوژیشون با زندگی واقعی اجتماعی خانوادگی و فردشون شکاف و تضاد نباشه. هفتم مردم دوستی و عشق به خلق. امیرالمومنین میگه از پیامبر پرسیدن آقا سنت شما چیه؟ اساس سنت شما چیه؟ پیامبر فرمود، این روایت یادداشت می‌کنه خیلی قشنگه. امیرالمومنین میگه پیامبر به من فرمودن که الحب اساسی، اساس کار من حب، محبته، دوستی و عشق. بنیاد کار من، سنت من حبه. و فرمود که من لا یرحم الناس لا یرحمه الله، هر کس مردم را دوست نداشته باشد خدا او را دوست نخواهد داشت. اینم خیلی که جا مردم دوستی. ببینید یک فرهنگ‌های مادی تنفر از دیگران رو رایج میکنن بین مردم، بین بچه‌ها. یعنی یاد میگیریم توی کلاس، توی آموزش پرورش و دانشگاه مادی ما یاد میگیریم که چطور از بقیه متنفر باشیم، چطور از سر و کول بقیه بالا بریم، چطور بقیه رو لک کنیم تا خودمون بریم جلو. رقابت کثیف که تو روایات این تعبیر هست، رقابت کثیف یعنی تکالب، یعنی سکسفتی. حضرت امیر میگن که نه، روح مردم دوستی، انسان دوستی رو به وجود بیارید که همه همدیگه رو دوست داشته باشن. مبنای جامعه اسلامی، جامعه دینی، عشق. یه کار بکنیم همه با همدیگه دوست داشته باشیم واقعا، نه به زبون. همه همدیگه من لا یرحم الناس لا یرحمه الله. فرمودن اگر میخواید خدا شما رو دوست داشته باشد و به شما رحم کند، به مردم، به آدما عشق بورزید و رعایتشون بکنید. اصل بعدی ساده زیستی حاکمان و در کنار فقیران بودن که حضرت امیر این هم جزء دکترین علوی و اسلامی از تعمیره. فرمودن که ان الله جعلنی اماما لخلقه، خداوند مرا امام و رهبر خلق قرار داد. که دقیقاً اشاره داره به این مشروعیت الهی، مشروعیت قراردادی به اصطلاح دنیوی به قول
بالا دموکراتیک نیست، مشروعیت الهی. ان الله جعلنی اماما، خداوند مرا امام خلق قرار داد. منتها هزینه هم داره، شرط هم داره. فرض علی التطهیر فی نفسی و مطعمی و مشربی و ملبسی که جامعه بگن که